شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان به حساب رفته. رفت آمد سیاحان وطنی و خارجی به ناحیه‌های ولایت توسط این مکان صورت گرفته مورد توجه مهمانان قرار می‌گیرد. به خاطر نشان دادن مدنیت شهرداری باشندگان بوم جهان به سیاحان و مهمانان و به یک مکان تماشاباب تبدیل دادن مرکز ولایت، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزان‌آباد علیشیر خدابرده و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ نظرزاده رضا شادی از خیابان‌های شهر دیده نمودند. قید گردید که مسئله چراغان‌کنی خیابان مرکزی را از محله تیم تا درآمدگاه ناحیه شاهنان ادامه دادن ضرور است. اینچنین شنانیدن گل و درختان آرایشی در نزد درآمدگاه شهر و نصب نمودن شعار و آویزه‌های اهمیت عمومی ملی داشته در نقطه‌های معین شهر از مسائلی بودند که در رفت بازدید رهبریت ولایت بابت آن سخن نمودند. همزمان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزان‌آباد علیشیر خدابرده و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ نظرزاده رضا شادی با مقصد از شستشوی حفظ نمودن دو ساحل رودخانه غوند که بر اثر گرمی فصل تابستان و بالا رفتن سطح آب دریا از حدود بازار مرکزی تا باغ فرهنگی فراغتی شهر خوروغ ویران گردیده است، از مفزع خراب شده دیده نموده نیت دارند به کارهای ساحل مستحکم کنی در این حدود وسعت بخشند.